زیتون درخت است همیشه سبز. از 4 تا 12 متر قد میکشد. برگی نیشتر شکل و درازرویه از 5 تا 12 سانتی متر گلی سفید، میوه مدور سرخشه یا سیاهی دانکدار تا 15 گرم دانکی درازرویه برتاب دارد. از ماه می تا ایون گل کرده از ماه سپتامبر تا دکبر ثمر می‌آورد. زیتون درخت گرمابردار و به خشکی تاب‌آور است. در اثنای از دانک رویدن سال 10 یا 12 اگر از قلمچه سبزد از سال 4 تا 5 میوه می‌دهد. درختی دراز عمر از 300 تا 400 سال است. از هر بیخ درختی آن از 20 تا 40 کیلوگرم میوه می‌گذارند. میوه زیتون را کنسرو می‌کنند، در نمکاب می‌خوابانند. از مغز آن روغن میکشند. روغن زیتون را در صنعت خوراکواری، کنسرو، تیب و غیره به کار میبرند. اگر 65 گرم روغن زیتون را با آب گرم یا آب جو بیاشامند، در آن را با شدت میراند. این را با آب گرم بیاشامند، قولنج و درد روده ها را رفع میسازد. کرم های معده را خارج میکند. سنگ گرده و مثانه را میده کرده میریزاند. اگر روغن زیتون را خورده قی کنند، زهرها را از بدن دفع میسازد. روغن زیتون هرچند کهنه‌تر شود قوی‌تر می‌گردد. اگر روغن از ثمر نورسیده زیتون را زیتونی کشیده را بخورند، بدن را فربه می‌گرداند. ملک دندان را مستحکم می‌کند، عضوها را قوت می‌بخشد، برای معده فورم و موافق است. خلطها را صاف می‌کند، بدبویی را برهم می‌دهد، دمیدن عرق بدن را منع می‌نماید. نقع برگ زیتون فشار خون و نفسکشی را به اعتدال می‌آورد. متخصصان در این آن عقیده‌اند که در ترکیب زیتون همه ویتامین و میکرو المنت‌های بهر آدم ضروری وجود دارد. روغن زیتون دوای پربهای پیشگیری اتروسکلروز، امراض دل و رگ‌ها میباشد. کلسترول ندارد و آن را از ارگانیسم خارج می‌نماید. با فعالیت معده و روده ها تقویت می‌بخشد. بنا به عقیده طبیبان اسپانی، میوه زیتون برای اشخاص همه سن و سال مفید است. آن را میتوان حتی به وعده غذای کودکان وارد کرد. امام رضا علیه السلام احادیث بیشماری در مورد مصرف گیاهان دارویی، میوه‌ها و شیوه درمانی بیمارها دارند. زیتون یک میوه بهشتی از جمله گیاهی است که از گذشته تا امروز مورد توجه و بررسی‌های متعدد قرار گرفته. خاصیت‌های درخوری توجه برای آن ذکر شده است. همچنین در متون اسلامی از جمله قرآن کریم چندین بار به آن اشاره شده است. در آیات‌های 35 سوره نور، 99 و 141 انعام، 11 نحل، 21 عبس، 20 مؤمنان از زیتون یاد شده است. پیامبر صلی الله علیه و سلم می‌فرماید از روغن زیتون بخورید و با آن روغن مالی کنید که از درخت مبارک است. امام رضا علیه السلام از حضرت علی نقل کرده که رسول خدا صلی الله علیه و سلم فرمودند زیتون را بخورید و آن را به بدنتون بمالید، زیرا هر کس آن را بخورد و به آن روغن مالی کند شیطان 40 روز به آن نزدیک نمی شود. همچنین می فرمایند زیتون را داشته باشید چون آن زهره را می شکافد، بلغم را می برد، اخلاق را خوب می کند، نفس را پاک می گرداند و غم را می برد. در متون طبی سنتی و اسلامی این نقطه مشخص است که در گذشته قسمت‌های مختلف این درخت بهشتی مورد استفاده درمانی قرار می‌گرفت و از برگ حتی ریشه آن برای مصارف دارویی استفاده می‌شد. اما در حکایه‌های امروزه تنها برگ درخت از نظر درمانی و میوه آن از نظر ارزش غذایی و روغن آن از نظر درمانی و غذایی مطرحند. اینک باز رسیدیم به انجام یک نوار دیگر. تا نوارهای آینده شاد و پیروز باشید.